روز چهارشنبه حکومت افغانستان 100 طالب اسیر را از محبس رها نمود. حکومت این عمل را همچون نمایش نیت نیک در پیشبرد روند صلح و ختم جنگ طولانی با جنبش تندگرای اسلامی ارزیابی می‌کند. 3 روز پیش طالبان مذاکرات با حکومت افغانستان را قطع نموده، هیئت 3 نفره مسئول نظارت رهایی اسیران را از کابل بازخوانده بود. اختلاف نظر در مورد شکل و زمان رهایی محبوسان تطبیق روند صلح را متوقف نموده است. شمس الرحمن یکی از طالبان رها شده است. من جانبدار صلح و صلاح افغانستانم. نمیخوام جنگ خانمانسوز ادامه کنم. در ماه فوریه در قطر حکومت امریکا با طالبان افغان سازشی را امضا کرد که همچون بهترین امکان ختم جنگ 18 ساله در افغانستان نامیده می شود. بر پایه این سند حکومت افغانستان و طالبان باید سر میز مذاکرات نشسته ختم دشمنی و بنیاد صلح را بررسی کنند. صرف نظر از تأخیر تبادل اسیران روز 7 اپریل، کاتب دولتی امریکا مایک پامپئو گفت پس از سفر اخیر او به کابل روند صلح افغانستان پیشرفت دارد.